بابا یارو قش کرد. بیا هی گفتم پزشکی بخون رفتی کامپیوتر خوندی الان اینو پی دی اف کن نه ویندوزشو عوض کن. شروع کرد. نه بابا چی که دوست هی گفتم برو پزشکی بخون رفتی ریاضی فیزیک خوندی الان سرعت دوز و طبق وزنی که داشت محاسبه کن. من الان پزشکی میخوندم چه اتفاقی میافتاد؟ با من بحث منطقی نکن پوفیوس. رفتی روانشناسی خوندی بیا الان بهش مشاوره بده ببینم ماشین روشن میشه. من الان پزشکی خونده بودم چه فرقی میکرد؟ حداقل میگفتم آقای دکتر بیا ببین ماشین چشه. چی شده؟ تا گفت فام ازدواج نمیکنه ولم کرد رفت رابطم تموم شد کات کرد. تو مگه حسابداری نخوندی؟ یعنی چی؟ خب فاکتور فصلیشو بنویس بفرست واسه اداره مالیات واسه حسابرسی سالیانه. هی گفتم پزشکی بخون. چه جوری همه چی رو به این ربط میدی بابا وا بده. خب پوفیوس تو تا دیدی یه دکتر شکست عشقی بخوره یک کسی ولش کنه؟ بابا چی شد؟ الان بیا با ماده قانونی اینو متقاعد کن بره تو دیوار. وکیلم جادوگر که نیستم. پزشکی بابا بالاخره گرفتم دکتر شدم. الان که همه دارن میرن اختلاس میکنن 16 تازه رفته دکتر شده. تو